عارف آدم اصیل، موجود نازنین و هنرمند بزرگی است که در زمان حیاتش و در 40 سالی که از مرگش گذشته حقش ادا نشده. استدعا کنم جناب استاد باستانی پاریزی شما یک جلسه را افتتاح بفرمایید. خیلی ممنون از لطفتون. البته حق با دیگران است که شروع مطلب بکنن. منتها همطوری که همه میدونیم حق شعرا و گویندگانی مثل عارف در طی 1 یا 2 برنامه هیچ وقت ادا نخواهد شد. خصوصا عارف که از جهت موسیقیدانی در بین شعرای ما بی‌نظیر و یا لااقل کم نظیر بود. از این که گفتم کم نظیر برای اینکه ما داشتیم شعرای قدیم که موسیقیدان بودند، از جمله حافظ بزرگوار. بنده در این باب خب حق گفتگوی بسیار ندارم. یه اشاره کوتاهی هم بکنم و سخن را به دیگران بسپارم. عارف از جهت تاریخ ما یک ارزش استثنایی داره. ما شاعرای بزرگی داشتیم که در تاریخ ما اثر داشتند. از جهت تاریخی عرض میکنم، از جهت ادبی خیر، تاریخ ادبیات نه، از جهت تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران. عارف یکی از کسانی است که درست در لحظاتی که تاریخ ایران ورق میخورد، صفحش میگشت، جز معدود کسان و شاید هم جز یکی از 3-4 نفری باشد که کمک کرد تا این ورق گشت، این کتاب ورق خورد. اون تاریخ مشروطیت ماست. اگرچه من مطمئنم که هیچ حرفی قدر و قیمت مردی مثل عارف رو کم نمی‌کنه. مردم ما با عارف دل بستن، برای اینکه عارف به مردم ما دل بسته بود. کاری که عارف کرد با این کاری که امروز ما اصطلاحاً به کار می‌بریم ترانه ساز و فلان اینا، خیلی فرق داره. عارف آهنگسازی کرد. عارف موسیقیدان بود. غیر از جنبه این که خواننده بود و خوش صدا بود و آثار خودشو به وجه خیلی خوب و مؤثری ادا می‌کرد، آهنگساز بود. من اگه اشتباه نکنم مثل که شما می‌فرمایید که اگر که حالا برای اینکه نتیجه بخوایم بگیریم از صحبتی که داریم می‌کنیم جلو میریم، مثل که اینجوری که فهمیدم فرمودید که طبع منزه طلب ما ایجاب می‌کند که اگر راجع به کسی هنرمندی داریم صحبت می‌کنیم، حرفایی که مطبوع نیست درباره زندگی او مطرح نکنیم در شرح حالش. این مقصود نگفتین؟ نه، این نخواستم بگم. من برای اینکه حرف بگردد یه نکته دیگه رو می‌خواستم در زندگی عارف اشاره کنم بهش و اون مسئله شعرش البته یکی 2 مورد پیش آمد که گفتن شعر عارف در حد نیرو و قوت نیست، روی معیارهای خاصی. و اتفاقا این شعر ایرج که تو شاعر نیستی تصنیف سازی بر سبیل شوخی گفته شده است، خودش شده یکی از دلایلی که آدم فکر بکنه واقعا ایرج عارف را شاعر به اون معنا نمیشناخته است، با حال اینکه اینجا فقط در مورد طنز و شوخی و گلو و کنایه بوده است و ایرج عارف را شاعر میشناخت. جناب آقای سایه راجع به تو شاعر نیستی تصنیف سازی مطالبی فرمودن، همچنین جناب آقای دکتر. اصولا ترانه، فرض بفرمایید همین ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده، اصولا ما باید ببینیم شعر چیه. آیا این غیر از شعر لطیف ترین شعر هاست؟ به نظر من این آثاری که از مرحوم عارف به جا مونده و فکر میکنم که جناب عالی به عنوان ترانه ساز امروز حق است که یه خود بیشتر در این باره. خواهش میکنم. من برخورد زیادی با اشعار عارف نداشتم، بلکه از زمانی که این 2 ترانه از رادیو پخش شد تقریبا با اشعار عارف آشنا شدم. یکی از خون جوانان وطن لاله دمیده و یکی هم همون غزل عاشقانه.